دم دکون نشسته بودیم که این آبچیمون با اخم و تخم اومد تو مغازه. گفت عمو داشتم با آقام شوخی میکردم که گوشی زارت خورد زمین و تپ افتاد تو جوب. الان صداش در میاد ولی تصویر نداره. گفتم غمت نباشه. گوشی گرفتم و کوبیدم کف میز، در پشت وا کردم، انداختم اونور پیچ میچا رو وا کردم. سریعا برای اینکه دل این بچه رو شاد کنم شروع کردم به تعمیر کردن گوشی. تیکه تیکش کردم. ای دل غافل کی حالا اینا رو جمع میکنه. خلاصه گوشی انداختم رو سپریتور تا چسب باش وا بده. بعد اینکه وا داد انگشتمونم که پاره کردیم. LCD باتری ماتری کانکتور مانکتور همه رو وا کردم. دست انداختم تو کشون، یه LCD کشیدم بیرون. LCD انداختم رو فریم خودش. چسب نزدم. گفتم بذار تست بگیرم ببینم جریان چیه. بعد اینکه تست گرفتم دیدم نه بابا تصویر نداریم. خلاصه کانکتور خوشی رو نگاه کردم، یه رفع قلمردگی کردیم، یه تینری بهش زدیم، ترتمیزش کردیم. بله تصویرش برگشت. ما هم که شاد و خرم چسب مسبا رو زدیم و شروع کردیم به جمع کردن گوشی. در پشت رو بستم و اینم از جادوگری عمران. گوشی این روز اولش تر و تمیز خوشگل مشکل.